سلام مهناز خانم، صبح بخیر. سلام، خوبی؟ حالتون خوبه؟ ممنون. چشاتون چرا باز نمیشه؟ والا صبح زود ساعت 7-6 بلند شدم برم سر کار دیگه. اون شوهر من جا اونجا یه روز خوابیده. برشتی دیگه همیزی عزیزم فدات بزنم. من میرم سر کار اون میمونه دوغونه. اینم وضعیت من. تو که دیروز راضی بودی. چی راضی بودم؟ 1500 تومن. چی؟ 1500 تومن چی؟ ها؟ پس اندازه میدی؟ آره. دخترم شوخی کردم دیگه. با 1500 تومن چه پس اندازه میشه کرد؟ انداری کجا میری؟ بریم سر کار دیگه. 2002 شایی میدن، ماست هم که گرون کردن، خدا ازشون نگذره. آقا 170,000 تومن پول ماست میشه آقا. چشات باز شد. آره دیگه چیکار کنیم دیگه. حالا باید نون و ماست بخوریم دیگه. مگه میتونی ماست بخری؟ نه نمیتونم، دارم فکرشو میکنم. الان چند روز تو ماست نخریدی؟ حالا 10 روز نخریدم. چجوری نون ماست میخوری؟ دیشب هم رفتیم بخریم، نگاه کردم دیدم 170 تومن کردم سرزش. کردم سرزش، گفتم آقا چی این 35 تومن دیدم. چیزی شده حقوقت چقدره؟ حقوقم هنوز صحبت نکردیم راجع به حقوقم. آره معلوم نیست هنوز حقوقت 20 میلیون چقدره. 20 میلیون 20 تومن؟ آره تو دیگه. این گرونی؟ مستاجری یا خونه دار؟ مستاجریم، بچه داریم، یه شوهرم دارم خوابیده تو خونه. خدایا خودت کمکمون کن. آره دیگه دست به دامن خدای انشالله ببینه چجوری میشه. کار نداریم بریم سر کنیم صاحب کنیم دامن درمان میکنه. برو بی سلامت. خداحافظ خداحافظ.